خداوند متعال بر ما توصیه میکند، میفرماید یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. الله رب العالمین میفرماید ای مسلمانان، وقتی که برای شما یک نفر یک خبر را میرساند، با مجردی که خبر براتان رسید عاجلانه در برابر اون شخص اقدام نکنید، عاجلانه تصمیم نگیرید، عاجلانه برای عمل کردن و برای نتیجه رساندن با اون شخص اقدام نکنید. فتبینوا، هر کس وقتی خبر را براتان میرساند که در فلانی جای اینطور شده و فلانی اینطور کار کرده، یا فلانی با فلانی جنگ کرده، یا فلانی را دشنام داده، یا فلانی در خانه فلانی به حرمتی و به عزتی کرده، با مجرد شنیدن قول و پیام اون شخص اقدام نکنید بر رساندن جزا و انتقام گرفتن، بلکه فتبینوا، تفتیش بکنید، پرس و پل بکنید، جستجو بکنید و بعدی که شما خوب حقیقت را درک کردید، اگر مستحق جزا بود جزا بدهید، اگر مستحق گذشت و بخشش بود ببخشید، اگر مستحق ملامتگی بود ملامتش بکنید.